بارها این اتفاق افتاده تو جای مختلف که طرف اومده پشت صحنه گفته من یه دختر مریض دارم، فلجه، نمیدونم فلان، نمیتونی یه کاری کنی. من اصلا $20 میدی برات آب حضرت فلانو میفرسته. کتشو باز کرد، دست چکشو در آورد، خدای من شاهده، یه امضا کرد سفید گذاشت جلوم، گفت بهم بگو چی کار میکنی، یاد بده من بتونم استفاده کنم. سلام، برابکس یوتیوب، سهیل اقتصادی هستم. امروز با حسین اومدیم راجع به شعبده بازی و کارت بازی و ماجیک و این چیزا می‌خوایم صحبت کنیم. سلام حسین جون، چطوری؟ به به عمو سهیل گل، سلام، حالت چطوره؟ خوبی؟ منم خوب. فقط خیلی ناراحتم که اون اول پادکست رو میس کردیم. ایراد نداره، فکر کنم کل پادکستمون بشه مثلا اون اول پادکستمون. خیلی ما خودمون ما هم انقدر گفتیم خندیدیم، من داشتم پاره میشدم. خیلی حیف شد که اونو ضبط نکردیم. ما سعی میکنیم چیزایی که خوب بوده دوباره تکرار کنیم. داستان اینه که من یه سری چیزا میبینم که مثلا کارت بازی میکنن، اینا اصلا با عقل دیگه جور در نمیاد. یعنی تو میگی چطوری میشه یادم همچین کاری بکنه، یا مثلا چطوری امکانش هست که مثلا کارتو نمیبینه انقدر شافل میکنه، اون یکی پرتش میکنه بعد تو شورت اون یکی پیداش میکنی. این داستان چیه؟ با شورت مردم چیکار داری؟ واسه این خور به ما اطلاع بدیم، دیوونه میشیم. با شورت مردم که والا ما کاری نداریم حقیقتا، ولی ببینید بذار یه چیزی کلی توضیح بدم که کلا متوجه داستان بشید. شعبده مثل ورزش میمونه، سبکای مختلفی داره. الان شما مثلا یه ورزشکار ببینید، میگه چی کار میکنی، مثلا میگه کاراته، میگه چه سبکی، مثلا میگه کیوکوشین. شعبده هم همینه، استریت ماجیک هست، استیج ماجیک هست، ایلوژن هست، بالو ماجیک، کیدز ماجیک، کارت تیبل ماجیک، سبکای مختلفی داره. اینه که الان شما اشاره کردی، فکر کنم هم منظورت چیز باشه، کارت تیبل باشه، یعنی کسی که به عنوان معروف میتونه چیت کنه یا تقلب کنه توی بر زدن ها، کارتی رو کنترل کنه. آره همین داستان. به قبل از اینکه برم توش، من پوکر بازی میکنیم، بعد من دیلر منم، بعد مثلا من شبی چه میدونم بگو 100 دست میدم، ها 60 150 دست میدم. بعد آره. چند سال هم هست داریم این کارو میکنیم، از سال مثلا 2008 9 من دارم این کارو میکنم. خب یعنی خیلی وقت ما داریم این بازی رو داریم و حال و حلو میکنیم این حرفا. من یه ماه پیش داشتیم بازی میکردیم، بعد دست من اگه هارت میومد من فلاش میشدم، بعد همین کارتام بود فکر میکنم، نه کنینم هارته. اینا اینجوری یه اینطوری کردم، دیدم ته کار 4. آقا کارت آخر این تایه رو کشیدم گذاشتم. دیدن یعنی یه بار تو زندگی اومدیم کارت کشیم، از 15 سال کارت کشیدن یه بار. یعنی یه دونه قاضی هست اینجا خیلی بامزه است، میگه که اگه همچین بلایی سر در میاد یا دروغگویی یا بدشانسی آدم رو کره زمینی. من اون لحظه میدونستم که بدشانسی‌ام و میدونستم الان نصف اینا حداقل باور میکنن که من دروغگوترینم. خلاصه لحظه خیلی تلخی بود. خلاصه من یک کارت نمیتونم بکشم. چه جوری به اینجا میرسین شما؟ همون ببین، اتفاقا خوبه یاد بگیری، اگه دیلر وای میسید کلی پول میتونی ببری. نگو نه دور از جون. این کارت رو گرفتم دیگه میذارم زیرش که کارت زیرم نبینم که وقت. خب نه دیگه، چون این من میتونم یه کاری کنم شما نیاز نداشتی باشی اصلا کارت زیری هم ببینی. میتونی یه جوری کارت بدی، بهت بگم چیکار کنی، یه جوری کارت بدی انگار داری رو قشنگ خیلی منصفانه، خیلی مثلا فر داری کارت میدی، ولی داری کار خودتو میکنی. همین ولی اون چیزی که میخوای میدی. چیو یاد میگیرن مردم؟ یعنی اون درس چیه؟ دستمالیه؟ بعد انقدر دست بزنی کارتا رو یاد بگیری؟ یه کارت خاصی بعد بخری که دستمالی کنه؟ چیه داستان؟ هم کارتای خاصی هست، هم کارتای با کارتای معمولی هم میشه انجام داد. کارتای معمولی دیگه میری تو بحث تمرین کردن و چجوری بتونی یه کارتی رو کنترل کنی یا چند تا کارت رو کنترل کنی. حتی اینکه بعد اینکه طرف مثلا معمولا وقتی که فکر کنم بر میزنن میدن یکی کپ میکنه، اون کپ رو چجوری ریورس کنی برگردونی که تو بتونی مثلا اون کارتایی که استک کردی چیدی و بتونی بدی. نه من اینو یاد بگیرم بعد از 6 ماه هیچ دیگه من بازی نمیکنه، چون من که نمیتونم جلوی خودم نگه دارم و حتما کرمه رو میریزم. نه دیگه دقیقا باید سیاست رو حفظ کنیم. مثلا بیا ببازی بعد یهو مثلا بگی ولش کن دیگه
من دارم همه چی رو میبازم، به شرط سنگین بذاری همه رو جمع کنی آخر. آلین از اول شروع بردن بعد از 15 سال یه دونه کارت خواستم بکشم نشد واسه همین. خب نه تو باید بدونی چی کار کنی، اینجوریه، چون بدونی راحت میتونی انجام بدی. این آدمایی که مثلا دیوید کاپرفیلد و اینا که با هم صحبت کردیم، خب اینا گفتی که یارو یه جوری یاد گرفته انقدر این کارو خوب انجام بده که یعنی یه دونه مکانیک پشتشه، درست میگم؟ ببین یه تیم خیلی گنده پشتشه. الان خود دیوید کاپرفیلد دستیارایی هم که باش رو صحنه میان، خود دستیاراش هم شعبده بازن، خود تصویربرداری که داره از شوش فیلم میگیره، صدا برداری که داره صدا رو ضبط میکنه، خب اینا همشون شعبده بازن. یعنی باید، یعنی شعبده تنها هنری که تو تصویربرداری باز شعبده باز باشه، نباشه امکان داره کار لو بره مثلا تو اون ویدیو. حالا ما بحث اون ویدیو نیست، ولی واقعا یه تیم پشتشه. خب یه تیم پشتشه که تیم طراحیه، نمیدونم تیم به قول خودتون مکانیک، همه چی یه تیم پشت این یارو. این آقای کاپرفیلد فقط میاد اجرا میکنه. متوجه چی میگه؟ الان مثلا یه سری کسایی داریم ما تو دنیا که کارشون فقط ساخت آیتمه، نه اینکه بیان یه چیزی بسازن، نه طراحی شعبده، از طراحی ماجیکه. مثلا حالا یکی از کارهایی که امشب قرار با هم دیگه ببینیم برای اجرا کنم، خیلی سال پیش اینو دیوید کاپرفیلد امضا کرده، من خود کاتالوگش با امضاش دارم، یعنی اومد برام رسید دستم که خودش امضا کرده. اینو یکی دیگه اصلا آیتمشو طراحی کرده، ولی داده دیوید کاپرفیلد برای اولین بار اجرا کرده و تو جهان ترکیدین، تمامشو بازار دنیا خریدن این آیتمش. چرا؟ گفتن همه گفتن کاپرفیلد اجرا کرده. رو همین حساب کسایی که طراح، مثل این میمونه که یه خواننده یا یه موزیسیانی میخواد بیاد آهنگی بخونه، یه آهنگساز جدا داره، یعنی اون ملودی یا آهنگسازی یه جا دیگه انجام میشه. خود خواننده خیلی کم پیش میاد همه رو انجام بده. شاید هم همینه، هر قسمتش یه تیم مختلف داره. من خب وقتی بچه بودم عاشق دیوید کاپرفیلد بودم، به خاطر که کاری که میکرد خب تو تلویزیون ما میدیدیم، آدم فیل رو غیب میکرد، قطار رو غیب میکرد. بعد که اومدم اینجا رفتم شوش، با شوش خیلی حال کردم دفعه اول. دفعه دوم که دیدم همه چی کپیه، یهو بهم برخورد که مثلا این یارو فقط داره فیلم بازی میکنه. بعد که فهمیدم اونایی که تو تلویزیونه که دیگه اصلا فقط فیلم بوده، یعنی مثلا مثل سوپرمن و بتمن و اسپایدرمن همینجوری فیلم درست کردن و الکی میگفتش واقعیه، ازش متنفر شدم برای چندین سال. بعد 3-4 سال مثلا با شعور شدم که میگم خب آقا چی فکر می‌کردی یارو مجیش میکنه واقعا. خب معلومه داشته چطور میگفت دیگه، تو علاقه ببین. ولی همین که تو بالا میشی میبینی و نمیفهمی داره چیکار میکنه، این همین هنرش همینه دیگه. واسه خیلی جالبه. این زمان طولانی متنفر بودم ازش، مثلا 20 سال. کل اون طرز فکرت خراب شده بود دیگه، طرف یه کسی که قدرت خاصی داره و فلان، نه هیچ کس نمیتونه این کارو بکنه و فلان و بسال یارو دیگه مثلا همه کار میکنه. بعد اومدیم اینجا یه یارو دیگه اومد بشه دیوید کاپرفیلد جدید، کریس انجل هم دقیقاً. ببین یه سیاستی پشت این قضیه بوده. خب کریس انجل اول که اومد توی این داستان خیلی ازش متنفر بودن سر همین قضیه‌ای که الان بهش اشاره کردی، چون اول اومده بود خیلی فیک میزد تو تلویزیون. بعد از این ور خب وقتی که خودش به گوشش رسید این قضایا، یعنی نمیدونم اذیتش می‌کرد این داستانا چی بود، اومد یه شوهای خاصی توی لاس وگاس گذاشت. فکر کنم اولین شوش هم اگه اشتباه نکنم، فکر کنم اشتباه میکنم چون خیلی سال پیشه، بیلیو بود اسم برنامه‌اش دیگه. همه کارا رو مثل کاپرفیلد رو صحنه و زنده انجام میداد. اون موقع شد که این طرز فکر اومد چیز. ببین یکی از علتایی که اینا تو دنیا خیلی مطرح شدن، جدا از اون حرفه‌ای بودن کارشون، این بوده که خودشونو در کنار آدمای حرفه‌ای قرار دادن، آدمای معروف قرار دادن. به عنوان مثلا بگم من به دوستم بگم یه کارت انتخاب کن، یه کاری براش اجرا کنم، اینو ویدیو کنم بذارم توی فضای مجازی، یا بیا مثلا به مسائل اقتصادی بگم یه کارت انتخاب، کدومش بازدید بیشتر میخوره؟ دوستت. آره نه اینجوری شد تو دنیا کلا شناخته شده شد. بذار اینجوری به جواب بدم. ما یه ویدیو گذاشتیم من و دکتر سنا. خب و این ویدیو 1,300,000
300 یا 2 میلیون خورده ویو گرفت، فکر کنم 2 میلیون. آره من از این ویدیو مثلا 35 نفر منو فالو کردن از 2 میلیون نفر. بعد من به سنا گفتم اگه دروغ میگن هر وقت اشتباه گفتم منو استاپ کن، بگو نداری اشتباهی. اگه شما یه عکس از ان میذاشتی که این عکس ان 2 میلیون ویو میخورد، من قول میدم اون اکانتی که اون انو پست کرده بود بیشتر از اون تعدادی که من پست فالو گرفتم فالو میگرفت. کاملا درسته. نمیدونم چرا علتشو به خدا نمیدونم. خودم تو این تیکه گفتی و نمیدونم تو بهتر از انه، بله یا نه؟ ای خدا. خلاصه اینجوریه. آره من خودم اول که این کارو شروع کردم برمیگشت 8 سالم بود. از 8 سالگی شروع کردم، یعنی برمیگشت 22 سال قبل. کی اولین با جلوت کرد که پشمات گفتی من میخوام اینو بکنم یاد بگیرم؟ بذار خاطرشو بگم. من اینو تو مصاحبه‌ام با تو شبکه جمم گفتم. خب یه مدت من تو ترکیه زندگی میکردم، رفته بودم یه برنامه داخل پرانتز برات تعریف کنم شاید جالب باشه. یه برنامه رفتم شبکه جم 90 قسمت بود. مهمونای برنامه‌هاشو مثلا محمد خردادیان، شهرام شب‌پره، تونیفابی بند، کسایی که مثلا خواننده‌ای به نام ایران بودن. من قسمت 89مین دعوت شدم به این برنامه از طریق یکی از دوستام. رفتم همینجوری مصاحبه کردیم، آخرش کار اجرا کردم و یکی رو هیپنوتیزم کردم و چند تا کارهای ذهنخونی کردم این داستانا. نفر قسمت 90ش هم نمیدونم مهمونش که بود پخش شد. اینا یه نظرسنجی گذاشتن، بین این 90 نفر برنامه من تاپ شده بود، انقدر مردم دوست داشتن. من اینو تو اون برنامه هم گفتم. من اصالتا بچه شما خودت تو اگه گفتی 100 سال پیش بودی پیغمبر میشدی. نه آقا گو خوردم، نگیری ما رو، تو رو خدا نگیری ما رو. من اصالتا بچه شمالم. خب نه بگو. نه هم می‌خواستم بگم که چیزی که گفتیم و قبل از ضبط کنیم. دقیقاً. اصلا داستان علاقه من شدنم به این قضیه این بود که گفتی بچه شمالم. آره بچه شمالم. بعد پدرم از سر کار که شبا میومد خونه، سوپرمارکت داشت و داره هنوزم، میزد شبکه مازندران یه شعبده باز میوردن، 3 تا کار اجرا میکرد، یه دونه رو یاد میداد خیلی ساده. بعد خب من بچه خب نگاه میکرد خب منم نگاه میکردم و اگه مثلا وسیله خاصی نیاز داشت میرفتم میساختم. بعد برای دوستان، برای مثلا فامیلام اجرا میکردم، ریاکشنا رو میگرفتم، میگفتم واه، احساس برتری بهم دست میداد. میدونی چی میگم؟ میگفتم یه کاری من میتونم بکنم که بقیه نمیتونم بکنن. بعد تو همه میخوان سر چیکار کردی آره میخوان سر به خدا این حس برتریه. بعد من خودم میذارم چسکنم روشن میگردم آره اینا شما نمیتونید و من نمیدونم 40 شب ریاضت کشیدم از این بازار. هیچ این برتریه رو دوست داشتم که دیگه رفته بیشتر علاقه من شدم. بعد یعنی منبع خاصی هم نداشتم اون موقع. دایالاب بود، من گوگل و یوتیوب سرچ میکردم، فکر کن یوتیوب نه بود، یاهو ندارم خدایی، یاهو مسنجر بود، بوز میزدی صفحه میلرزی. آره اینجوری. من از اون زمان شروع کردم، استاد خاصی هم نداشتم. بعد تا یه ذره ADSL توی خونه های مردم اومد، مخابرات شروع کرد ADSL که مثلا یه فیلم 700 مگابایتی می‌خواستی دانلود کنی 12 ساعت طول می‌کشید، تا ساعت 128 کیلوبایت بود اون موقع، یادمه، یادش بخیر. میشستم مثلا فیلم‌های شعبده بازار خارجی رو می‌دیدم، چیزی که خودم مثلا فکر می‌کردم رازش چیه رو میرفتم مثلا می‌ساختم. بعد جالب یه چیزی بهت بگم، من اولین اجرای رو صحنه همون سهیل لو رفت، فکر کن 1000 نفر دارن نگات میکنن بعد لو بره. وای خاک بر سرم. یعنی تمام دنیا روس اصلا خیلی، یعنی دوست داشتم میرفتم یه چیکه آب بیش رو میرفتم تو زمین و همم خندیدن. جالب اینجا حالا چی بود، من احمق تجربه که نداشتم، یه کار داشتیم، یه کبریت رو اینجوری مثلا میذاشت رو دستت، کبریت بلند میشد بعد درش باز میشد. حالا این نخ سیستم نخ کشی داشت، وصل میشد به کمربندت. من روز این کار که مال صحنه نیست آقا، الان مثلا من چون بعد سالها تجربه این دارم میگم، این کار که مال صحنه نیست، احمق نمیبینه طرف،
نهایت ردیف اول بتونه ببینه. بعد همینجوری که داشتم اجرا میکردم یهو از دستم در رفت کبریت، مثل این آونگ چیز ساعت آویزون شد. همون از صحنه پرت شدم پایین، دویدم رفت، اصلا وای نستادم. بچه هم بودم، نمیدونم 9 سالم بود 10 سالم بود. وای چقدر لحظه بدی بوده، چقدر دمت گرم موندی توش. من بودم دیگه پشت نمی‌کردم، گوره پدر جادوگری. اصلا بعدش مسخرم میکردن، نمیدونم فلان بیساره، ولی خب موندم و الانم لک و لکی داریم میکنیم دیگه. چند تا ماجیک آدمای دیگه هست که نمیدونی چه اختی انجام میدن؟ ببین نمیشه اینو گفت که کسی که شعبده باز هست واقعا، خب یعنی حرفش اینه نتونه بفهمه طرف مقابل یا یه کسی که یه کاری رو اجرا میکنه چی داره اجرا میکنه. شاید 100% رو نتونه حدس بزنه، شاید 90% 80% رو حدس بزنه. اون 20% هم که دارم میگم اگه متوجه نشه میتونه خودش با توجه به تجربیاتش فاینال کار همونو در بیاره. خب ولی خب این نیست که مثلا الان یه شعبده باز بیاد ببینه بگه واه من نمیدونم پشمام ریخت این داره چی کار میکنه، هیچ ایده براش نه، همچین چیزی نیست. چون بیس و بلد باشی. دیوید بلین رو میشناسی؟ آره دیگه همه میشناسن. سوالا دیوید بلین میخواست بره زیر آب نیم ساعت بمونه. بعد کاری که داشت میکرد، داشت یه دونه پمپ هوا میکرد تو معده‌اش که از توی اون نفس بکشه. خب مگه مثلا من بیام برم جلوی تو زیر آب واسه یه نیم ساعت، تو میدونی من یه کونی دادم ولی نمیدونی چه کونی دادم. آره اینا داری که مثلا یارو میگه تو بگی که یه کاری کسخلی که من نمیدونم چیکار کرد، یه کاری باید کرده باشه دیگه. یارو هیچ کنه. الان همین میخوام بهت بگم، دیوید بلین جزو اون دسته شعبده بازایی که خیلی از کارا رو دوست داره ریل انجام بده. خب یه مجموعه داده، مجموعه همین مثلا تلویزیون توره، اسم مجموعهش هم حالا اگه دوست داشتی برو ببین، ریل اور ماجیکه اگه اشتباه نکنم. دیدمش فکر میکنم تو خیابون راه میره با مردم چیز میکنه دیگه. آره همه مجموعهش اینجوریه، ولی نمیدونم اینو دیدی یا نه. این میاد یه داستانی رو تعریف میکنه، میگه من داشتم همینجور تو اینترنت میچرخیدم، دیدم یه پسره میتونه مثلا یه 1.5 لیتری آبو بخوره بعد فوت کنه. آره دوباره برگردونه. یعنی ماهیچه‌های دیافراگم اینجاشو انقدر تمرین داده بود که میتونه مثلا تیشرتش رو میگرفت دستش میآورد بالا قشنگ با شیلنگ انگار مثلا پمپ آب تو شکمشه میشست. تنها سرنخی که از این خوش نمیدونست چجوری میتونه این کارو انجام بده. تنها سرنخی که از این داشت، آفرین، پلاک کوچه یارو رو داشت. پیدا کرد یارو رو، رفت تمرین کرد و این کارو رفت پیش اون یارو رو پیدا کرد، بعد یاد گرفت. خب یاد گرفت و اومد اجرا کرد. کلا کارایی رو انجام میده که دوست داره یونیک باشه. مثلا قورت دادن قورباغه رو میتونه قورت بده یا ماهی رو میتونه قورت بده و نگه داره. خب سر همون تمرینایی که میکرد نگه داره و دوباره مثلا برگردونه، یعنی میتونه نگه داره، قشنگ صحبت کنه. حالا شاید مثال جالبی نباشه اینی که دارم میگم، دقیقا همون شبیه به همون مکانیزمیه که مثلا گوسفندا یا گاوا نشخوار میکنن، میخورن برمیگردونن، دوباره همون چیزه در واقع که دیوید بلین دقیقا همین کار میکنه. الان مثلا یه تمرین هست میتونی تنفستو زیر آب زیاد کنی تا 3-4 دقیقه هم شاید بتونی این کار انجام بدی. نفستو حبس کن تا اینجا که چشات داره سیاهی میره، مغزت داره میسوزه، بازم چیز نکن، بیرون نده نفسو، بذار چشات تا داری میمیری بده بیرون. این کارو تمرین کن، بعد برو زیر آب. آره بعد برو زیر آب، راحت 3 دقیقه نفستو میتونی نگه داری بدون تمرین. فقط این کارو انجام بده چندین بار، حتی سیگاری هم باشی میتونی. حالا داستانشو شنیدی که رکورد دنیا رو میزنه با همین کار؟ آره رکوردها خیلی زیادی داره تو گینس. حالا اینو بس بچه‌ها بگم، اوپرا کانال تلویزیون بهش میگه که بیا تو اوپرا برو زیر آب. این هم این کارو میکنه، شروع میکنه تمرین کردن کارشو میکنه، خودش رو میرسونه به مثلا 13 دقیقه. رکورد دنیا 13 دقیقه بوده. حدس دارم میزنم نمیدونم دقیقاً. بعد میگه من همه کارا رو کردم، بعد که رفتم تو صحنه اپرا رفتم زیر آب، اونجا فهمیدم که گند زدم. چون میگه من همیشه توی خلوت و کاملا ریلکسی این کارو کردم، اینجا مردم داشتن داد میزدن، دوربین و نور و فلان و بسال و موزیک، این روم تاثیر داشت، من واسه این آماده نبودم.
بعد اومدم بیام بیرون، گفتم نه دیگه خیلی ضایع است، هم برای رکوردم بده، همین که مثلا برنامه رو گم میزنم. خب میمونم رکوردو نمیشونم، ولی مثلا تا نزدیکش میرم و یه چیزی هم میشه و برنامه چقدر میشه. میگه روی این حساب موندم. بعد میگه همین که روزی مونده بودم یهو دیدم مردم دارن داد و بیداد میکنن. میگه داد و بیداد مردم فهمیدم که من نزدیک رکوردم. بعد میاد بیرون 15 و مثلا 33 میاد بیرون، یعنی مثلا رکوردو با 2 دقیقه و نیم میکوبه. خیلی جالب بود این داستانش. دقیقاً رکورد خیلی داره. بعد رو همین حساب اصلا کلا متفاوت تر از اون چیزی که ما بخوایم مثلا به اسم تریک روش بذاریم، چون واقعا این سری کارا تمرینه. خب الان یکی از دوستام سیگار الان مثلا چقدر درجه حرارتش فکر میکنم 3000 درجه است یا 1000 درجه 3000 درجه است نوک سیگار رو روشن. من شنیدم 300 ولی الان مثلا سریع سرچ میکنم که بچه‌ها عدد درست بدیم. وقتی که داری میکشی 900، وقتی خودش شده 400 بین میانگین 400 تا 500 درجه. آره اینو من چیکار کرده؟ اول اجراشو بگم بهتون. میاد مثلا سیگارو بهش بده، بین دو تا انگشتش میگیره، یعنی آتیش اینجا فتیله اینجا، اینجوری برات نگه میداره، یه ذره فشار میده خاموشش میکنه. حالا یه سری تریک داریم خب برای این کار که مثلا بدون اینکه این انجام بده میشه انجام داد، ولی این اومده انقدر این قسمت انگشتشو سوزونده، پوست این قسمتش انقدر کلوف شده، عصباش از کار افتاده که راحت هر زمانی که بخواد این کارو انجام میده. داستان همون دیوید بلین است که یه سری کارا با تمرینه. این تیکر حتما اینو آدم رفت بگن. یه سری عذاب وجدانایی میاد سراغ تو این کار. مثلا من یه جا اجرا داشتم، اجرام زنخونی و هیپنوتیزم و این داستان رو اصلا دلم هنوزم که هنوز آتیش میگیرم. اینو دارم میگم برات. بارها این اتفاق افتاده تو جای مختلف که طرف اومده پشت صحنه گفته من یه دختر مریض دارم، فلجه، نمیدونم فلان، نمیتونی یه کاری کنی. من اصلا به هم میریختم، خیلی به هم میریختم. خاطره خوبم دارم نسبت به این قضیه، ولی این بدا خیلی بیشتر بود. مثلا یکی از خاطره خوبم این بود که رفتم اوین اجرا، خب زندان اوین، بنده فکر کنم فساد مالیا بود یا نمیدونم چی بود. اجرا که کردم دیدم یه پیرمردی هی داره مثلا میخواد بیاد پشت صحنه سربازه نمیذاره. من گفتم بذار بیاد چی میخواد بگه. اومد بغلم کرد، ماچم کرد، نمیدونم خدا خیرت بده. من چندین سال خانواده‌مو ندیدم، یعنی یک شبی نبود که من با فکر خانواده‌ام نخوابم، ولی تنها تایمی که یه لحظه همه چی رو فراموش کردم زمانی بود که داشتم برنامه شما رو نگاه میکردم. کلی دعا کرد منو این داستان. میگم صحنه‌های خوبی هم دیدم من تو این هنر، ولی خیلی دارکه یکی بیاد بگه بچه‌مو خوب کن بعد اینطوری. آره چی بگم من بهش؟ بری چیز بد بگی خیلی ضایع است دیگه. آره همیشه هم سر این داستانا چیزم، یعنی میگم که اینا همش در حیطه هنر داره اجرا میشه. همیشه هم میگم هیچ احدی قدرت خاصی نداره که بگی میتونم من انرژی دارم. اگه زنخونی داره میکنه طبق همون بادی لنگویج، روانشناسیه، ریاضیه، چون شعبده 5 تا علمه، ریاضی، فیزیک، شیمیش، روانشناسی، این 5 تا پایه است و بعد شاخه بندی میشه. اگر هم مثلا کارهای ایلوژنی که دیوید کاپرفیلد انجام میده خطای دیده. من سر همین ببین طولانی میشه پادکست، چون خاطره خوب زیاد دارم. بگو بعدش میریم توی اون. من الان که تو این سنم، یعنی رسیدم به سن 30 سالگی، برگردم یه پسی به خودم میزنم، میگم دهنتو ببند، اینقدر مثلا چیز نکن. حالا چی بود؟ یه بار من یه اجرایی رفته بودم، اجرا تولد یه دختر بچه 4 ساله بود توی دماوند. عرضم به حضورت که من رفتم دیدم یه در ورودیش زده مثلا خطر حمله سگ نگهبان و فلان و یه ماشین گلف اومد دنبالم و یه 5 دقیقه تو اون باغ ما رفتیم و یه عمارتی رسیدیم. حالا تولد دختر 4 ساله بود. اینی که من رفتم اون مدیر برنامه گفته بود حسین کارهای مثلا بزرگسالم بیار، کلوزآپ بتونی اجرا کنی، کارت و این داستانا که برای بچه‌ها اجرا کردی بعدش کلوزآپ کار کنی. گفتم باشه. من رفتم کلوزآپ داشتم اجرا می‌کردم، کلوزآپ کار کردم و پدر همین دختر بچه همون سال اومد پیشم گفت که حواسم بهت بود، خیلی حال کردم. من خودم امریکا زندگی می‌کردن، خود دختر بچه و پدرش یعنی خانوادگی امریکا بودن، برای تعطیلات اومده بودن ایران، تولدش هم اینجا گرفته بودن.
میگم ما تو امریکا یک کافه داریم و نمیدونم یک کلاب داریم. بعد ارزم به حضورت من برنامه زیگفرن روید رو رفتم، لنس بورتون رو رفتم، کسایی رو گفت که فقط باید شعبده باز باشی بشناسیشون. بعد اینا رو اسپورت فهمیدم که داره درست میگه، امکان نداره بدونه. بهم گفت دوست داری بیای امریکا؟ این مال زمان ریاست جمهوری اوباماه. اینی که دارم بهت میگم. بعد گفتم چه جوری بیام؟ گرین کارت ندارم، نمیتونم بیام. گفت اون با من دیگه، دوست داری بیای یا نه؟ بیای اونجا کار کنی؟ گفتم آره خدا. گفت یه ذرم درینک زده بود، مست بود. گفت شماره تو نه شماره منو بزن. گفتم باش. شمارهشو زدم. گفت فردا حتما به من زنگ بزن. گفتم باش. آجی فردا شد من روم نشد زنگ بزنم. یه دونه این خب یه دونه این یه دونه همچین شرایطی پیش اومد. من رفتم تو این دفعه سعادت آباد بود، رفتم اجرا. بعد عمو سهیل من پارکینگ رفتم، تو پارکینگ فقط ماشین من 206 بود، زیر پرش نبودم. یعنی من خجالت کشیدم والا. حالا یه قبل ادامه بگی، من یه بار رفتم ایران، بعد یه رفیق دارم خیلی وضعشون خوبه، یعنی از اینا که سردرد میگیرن توضیح مثلا 12,000 تا خونه دارن اینجوری، مثلا نمیفهمی. بعد گفتم که آقا بیا دنبالم بریم دور دور. شب اولم مثلا شب دوم بود، اولین باری بود که می‌خواستم من بریم دور دور. اینم گفت که پس من میرم دنبالت. آقا من رفتم تو خیابون وایسادم، دوربینو واسه خودم میزنم و تو خیابون وایساده بودم که آره الان قراره مثلا چی بیاد، وایسا ببینیم فراری میاد یا لامبورگینی. یهو یه دونه 206 اومد. بس همش میگم مادر هرزه، من میدونم تو 15 تا ماشین داری، این چیه آوردی؟ گفت من تو تهران فقط 206 رو رانندگی میکنم، اون واسه مسافرته. ولی ایران یه قانونی داره 206 سوار باشی نمیتونن حدس بزنن یا پولداری یا پولدار نیستی. نمیدونم چرا این قانون هست. 207 هم نه، 206 فقط. 206 سوار نمیتونی حدس بزنی رانندش پولداره یا پولدار نیست. آقا چی؟ اصلا من در و ماشین رو باز کردم، ماشینای پارکینگ رو دیدم، غرورم شکست. گفتم من کجا اومدم؟ من رفتم برنامه اجرا کردم، داشتم کلوزآپ برای بزرگسالا کار میکردم. دیدی یه سری شرایط سنگینی نگاه های افراد رو حس میکنی رو خودت. دیدم بابای این دختر بچه، اونم دختر بچه بود، چون داره همینجوری نگاه میکنه، بعدم داره نگاه میکنه. من میگم چیکار کردم؟ نکنه مثلا چشترونی کردم خودم خبر ندارم، من که سرم تو کار خودمه. بعد تموم کشم گفت یه دقیقه تشریف میارید. حالا مثلا دختر بچه مامانش بود 24 ساله، اون موقع مثلا آمار در بود، برام عجیب بود. بابای بود 75 ساله. برام عجیب بود این قضیه، آمارش اون موقع در بود. واسه بگیرته. حالا نمیدونم. رفتیم روی بالکن خونش، یه میزی بود، نشستم. بعد گفت که تمام این سرمایه خودمو که دارم. اول گفت که سیگار میکشی؟ گفتم بله. در آوردم سیگار خودمو بکشم، موقع وینستون میکشیدم. بعد یه سیگار خارجی نمیدونم دانهیل بود چی بود گذاشت جلو من، پشمام ریخت. مرسی کشیدم. بعد میگفت که من امکان نداره کسی بشینه جلوم بتونه چیت کنه تو دیل کردن یا هر چیزی، توی مثلا قمار بتونه تقلب کنه، من مچشو میگیرم. امکان نداره. کازینویی نیست تو دنیا که من نرفته باشم. تمام سرمایه‌های زندگیمم از طریق قمار به دست آوردم. ولی تو رو نفهمیدم چی کار کردی با کارت. عمو سل الان هرسم داره میگیره، این دارم تعریف میکنم. کتشو باز کرد، دست چکشو در آورد، خدای من شاهده. یه امضا کرد سفید گذاشت جلوم. گفت بهم بگو چی کار میکنی، یاد بده من بتونم استفاده کنم. من احمق نه، این در حیطه شعبده است، من نمیدونم ارق دارم به هنرم، ای فلانه. احمق کشو به چست نسیه رو بخیال شما. الان برگردم به اون دوران یه پسی میزنم به خودم، دهنتو ببند. نه من تا حالا هیچ کنم این شانس در ما نزده. ما رو میزد. من شانس من مثلا یه دقیقه فقط بگم چه ریختیه، چون من همیشه به بچه‌ها میگم، من بچه‌ها مثلا بعد میگم برو کسا از زندگیتون نگاه کن، میگم ببین چه دهنی ازم سرویس شده به اینجا رسیدم. اگه یه سری آدمو دیدید شانس واسهشون تق 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 میخوره. من یه فک و فامیل دارم، حالا اسمشون نمیگم که چیز نشه. یه فک و فامیل دارم که خب وضعشون خوبه، نه به خاطر اینکه پول دارن، به خاطر اینکه سخت کارن. خب خیلی دو تا فرق داره.
بعد وضعشون خوبه و توی مثلا 10-15 سال پیش اینا 5 تا بیزنس سعی کردن انجام بدن. یعنی این یه جا کار میکنه، این یه جا کار میکنه، همیشه دلشون میخواد یه بیزنس هم داشته باشن که پول سومی بشه و این بیزنس گنده بشه که اینا دیگه نخواد کار کنن. خب و اینا این 5 تا بیزنسی رو که زدن بین 6 ماه تا 2 سال واسه هر کدومش کار کردن، از این که یکیش مثلا رستوران باشه، یکیش مثلا دیوار سازی به هم، اصلا یعنی هر چیزی حاضر بودن انجام بدن که فقط پول در بیاره. خب دنبال بیزنس بودن. دقیقاً اینا خونی با من فامیلن، 15 ساله دارن دنبال بیزنس میگردن، 5 تا بیزنس انجام دادن، بین $100,000 تا $500,000 واسه هر کدوم از اون بیزنس ها اینوست کردن. یعنی تقریبا بگو 1 میلیون دیگه بهترین سناریو اینا باختن توی اینوستمنتاشون. بعد من کسی هم که بیزنس پشتم بوده، بدون اینکه هیچی کسی منو کمک بکنه یه بیزنسی ساختم، با $7,000 بیزنس هم شروع کردم، رسوندمش به $3 میلیون در سال. بعد نشستم به اینا میگم که من بعد از اینکه 20 سال بزرگ شدم، بیزنس ها رو 10 تا بیزنس و 20-30 تا بیزنس رو تا حالا از زمین آوردم برسوندم به هوا و تمومش کردم، بالا پایینش رو دیدم، یه بیزنس آیدیا اومدم ساختم که مو دادرزش نمیره، اینجوری این منفجر میشه. ولی من نمیخوام پول خودم رو بذارم، من دنبال یه نفر میگردم که پولو بذاره، پول از تو کار از من، 50-50 بریم جلو. منم برای پول تو مثل سگ کار میکنم، چون من برای پول تو بهتر از پول خودم کار میکنم. پول خودم به چپم هم نیست، میگم بره خب رفت، ولی پول تو بره اصلا شب خوابم نمیبره. واسه همین یه جور دیگه هم باشه رفتار میکنم. خلاصه اینا گفتن اوکی و فلان، رفتن اومدن گفتن آقا ما به تو $10,000 میدیم. تو جلوت واسه چک سفید میذارم میگی نه ما 20 سال با این تقریبا 10 تا موافقیم. گفتن دادا 10 تا پول سفر اول من به چین هم نمیشه. من گفتم 500,000 گفتم $500,000 پول میخوام، نه که مثلا اینا تو هپلوت بودن. من گفتم آقا من برای این پروژه $500,000 پول لازم دارم، میتونیم بهم 3 تا 150 تا بدین در واقع، حالا 166. آره. ولی من اینو لازم دارم 3 ماه تو 9 ماه بعد تمام بشه و من میخوام یه کمپانی کامل بشم اینجوری اینا. بعد ما نمیخوام ولی میخوایم پارتیش باشیم، $10,000 میدیم. گفتم اوکی الان چی؟ من نمیرس. دقیقاً. بعد تو چک سفید میذارم میگی نمیرسی. خاک بر سر من واقعا. چه دور از خاک بر سر من. آره خلاصه برگردم اونجا اینجوری بود. خیلی یعنی خاطرات تلخ و شیرین گذروندیم که رسیدیم اینجا همون سایل. ولی اون مامانه خیلی دارک جای خاص. آره دقیقاً من خیلی اون موقعم دارک هنوزم هست. این که میگم بچه سوء تفاهم نشه، میگم رسیدیم به اینجا، به جایگاهی نرسیدم خدا وکیله. یعنی به اینجا که الان نشستم تو خونم، نشستم تو استادیوم نون ماستم میخورم. چرا خوب نکردی بچه یارو رو؟ تو که بلدی. کی گفتم بلدم؟ من دیگه امید داشتم تو بلد باشی. نه فکرم بلد بودی و نکردی. بس نمیتونستی نکردی. نه هیچ کس نمیتونه. فلج رو دیگه کی میتونه؟ علم نمیتونه یارو فلج رو. من ما بزرگم قسم میخواد تو مشهدی کی کرده. همیشه من برام سوال بوده این قضیه. همون همیشه بر من سوال بود. بارهام توی اینستاگرامم یا رفتم زیر پستای این کسایی که مثلا میگم ما نمیدونم فلان چیزی ما قدرت داریم این داستانا، همیشه هم رفتم جنگ و دعوا رو انداختم. خب خوشم میاد اینجام دارم میگم. آخه بعدم میاد یکی بیاد من میدونم چه خبره، من میدونم مثلا یه کسی رو داشتیم که الان خیلی هم شاید بشناسنش ولی اسمشو نمیارم، طرف اومده بود پیش بهروز کریمی رو شاید بشناسی همون سال تو دهه 60 تا 70 یه مردی بود با لباس هندی تو تلویزیون شعبده بازی میکرد. یادم نمیاد. حالا سرچ کن اسمشو بزن بهروز کریمی، اسم اونش هم پریستو یا ادیتور خواست بذاره عکسشو که کسایی که همسن و سال منم هستن شاید بشناسن، همسن و سال شما که 100% میشناسن. شاگرد اون بوده، بعد اومده یه شبکه برای خودش رفته خواهش کرده، یه شبکه زده و با این ادعا که بیماری ها رو درمان میکنه، نمیدونم آب بذاری جلوی تلویزیون یه چیزی بخورم یه چیزی بخونم فوت کنم. ببین چقدر یعنی ما
علممون نسبت به علم مردمون ضعیفه. طرف نشسته فکر کن الان عمو سالی آب بزن اینجا من یه فوت کنم تو بخور خوب میشی. پشمات نمیریزه اینو بشنوی؟ اوه چیز بود. کم خوبم کنی. تو که خوبی. تو خوبی عمو. ببین البته دیدم بگم اینجا هم هست، حالا کانادا خیلی نه، ولی تو آمریکا $20 میدی برات آب مثلا حضرت فلان رو میفرسته، بعد صاحب کسی که این کارو میکنه خودش مثلا چیزی میاد برنامه تلویزیونی میگه آره مثلا بفرست من $20 بفرست من برات این یه دونه یه نامه بعد میفرسته که توش یه تیکه ظرف سسه بری تو سس آبه، بعد میگه این آبیه که من مثلا چیزش کردم فلانش کردم، این میاد آب رو بری تو لیوان بخور. بعد یارو 2 تا هواپیما شخصی خریده، بعد ازش میپرسن که چرا 2 تا لازم داری، تو مگه کار نیستی که مثلا به خیر انجام بدی اینا، چرا مثلا این اصلا کنی؟ بعد میگه که من احتیاج دارم بعضی موقع ها این هواپیما مثلا خراب میشه، بعد یه هواپیما داشته باشم که بتونم تونتون برم این ور اون ور که بیشتر بتونم حرف خدا رو پخش کنم. یعنی این مال ایران نیست و تو آره همه جای دنیاست دقیقاً. یه دونه چیز داریم ما، یه مؤسسه داریم تو دنیا، حالا اسمشو نمیدونم، اومده یه پول خیلی گنده رو گذاشته، اصلا علنا اعلام کرده اینو کسی بیاد که بتونه این ادعا داشته باشه یه قدرت فراتبیعی داره و ثابت کنه طبق قوانینی که ما بهش میگیم، خب نباید خورده برده داشته باشه دیگه، اگه ثابت کنه این تومن مثلا خب برنده میشه و ما میگیم مثلا به دنیا آره شنیدم اینا که جالبه. هیچ کسی آره جالبه. آره یه مسابقه هم برگزار شده بود قبلا تو وگاس، 2 تا داور داشت، مسابقه شوهدن بود، کریس انجل با گای باولی یکی از قدیمی‌های منتالیست، قاشق کم میکرد تو دنیاست، از این شروع شد، یعنی اینجوری بهت بگم، بازم اونم داستان خاص خودش داره. یکی اومد ادعا کرد که من از طریق نیروهای ماورطبیعی کمک میگیرم، دارم این سری کارا رو انجام میدم تو اون مسابقه. کریس انجل هم نامردی نکرد، دست کرد تو جیبش کاغذ تا شده در آورد، گفت تو بگو تو این کاغذ من چی گرفتم چی نوشتم، داشت به شعورش توهین میشد دیگه، من $5 میلیون حساب شخصی الان بهت میدم. بعد دعوا شد تو اون برنامه که یارو نتونست بگه. منظور این نیست، اینجوری نیست که کسی نمیتونه ادعا کنه نیروی خاصی داره، نه که واقعا نیست، ولی اینی که مردم بهش باور میکنن و میگه من که دیدم یه چیزی دیدم تو ندیدی، اینو دیگه نمیتونی باش بحث کنی، چون یارو تصمیم میگیری که این واقعیه، تصمیم میگیری که نه این قدرتو داره. الان شما یه سری چیزا قراره ببینی که واقعیه دیگه، برو بگو من دیدم واقعیه، به چشم شما واقعیه. برو الان وقتشه که رو کنی. خب برعکس برمیگردیم